سوار شدن به انگلیسی چی میشه؟ قبل از اینکه بگیم باید بدونید که ما 2 جور سوار شدن داریم. حالا چه سوار شدن چه پیاده شدن. برای ماشین خودرو ما سوار شدن میگیم get in. مثلا به طرف میخواین بگین که سوار ماشین شو، میگین get in the car. پیاده شدنش هم میشه از ماشین پیاده شو، میشه get out of the car. نوع دیگهش اینه که شما سوار یه وسیله نقلیه بزرگ بشین، مثل اتوبوس، هواپیما، قطار. این سوار شدن میشه get on. مثلا من سوار هواپیما شدم، سوار کشتی شدم. I got on the boat. I got on the ship. حالا قایق. و پیاده شدنش هم میشه get off. I got off the boat. از قایق پیاده شدم. پس خودرو get in, get out of و برای وسایل نقلیه بزرگ get on و get off.